نادرشاه افشار، قسمت ششم. در زندگی شخصی نادر خانواده‌ای داشت. هرچند زندگی نظامیش مجال آرامش به آن نمیداد. پسرش رضاقلی میرزا ولیعهد او بود. جوانی با استعداد نظامی که در لشکرکشی‌ها حضور داشت. اما سوءظن نادر در سالهای پایانی به او نیز رسید و دستور کور کردنش صادر شد. او فرزندان دیگری نیز داشت، اما هیچ کدام نتوانستند اقتدار و توانایی نظامی او را به ارث ببرند. اما قدرت بیوقف ذهن انسان را تغییر می‌دهد. سالهای بعد سوءظن در او رشد کرد. شورش‌ها بیشتر شد. مالیات‌ها سنگین‌تر شد و مجازات‌ها خشن‌تر. فرماندهی که نظم ساخته بود، کم کم با ترس حکومت می‌کرد. چشمانش ضعیف شد. دردهای جسمی بیشتر شد. بیخوابی، خشم و بدگمانی سایه انداختند. برخی نزدیکانش کور شدند، برخی اعدام شدند و برخی فرار کردند. ارتشی که با وفاداری ساخته شده بود، حالا از ترس فرمان می‌برد. سابسکرایب کن، چون ما هر روز یک داستان تاریخی داریم.